در مرکز کودکان و نورسانی شهر دوشنبه با اشتراک مأموریت پدر و مادران و استراحت کنندگان مراسم تنتنوی افتتاحی لاگر استراحتی و آموزشی رنگین کمانی نزد مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسانی شهر دوشنبه برگزار گردید. بعد انجام قسمت تنتنوی و قبول گزارش ها مسئولین مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسانی شهر دوشنبه کل استراحت کنندگان لاگر را با کشاده شوی بسته یکم آن صمیمانه مبارکباد گفته به آنها استراحت با فراغت تمنا نموده یادرس شدند که تشکیل چنین لاگرها چی در داخل پایتخت و چی بیرون از آن از دستگیری های نوبتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه مخصوصا رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی بوده. امسال در دوره تعطیل تابستانه بیش از 10,500 نفر خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی پایتخت در استراحتگاه‌های نزد مؤسسوی و بیرون از شهر رایگان به استراحت و فراغت فرا گرفته می‌شوند. من سالی اول است که در این لاگر اشتراک می‌نمایم. این لاگر به من خیلی پسند آمد. امیدواری دارم که در اینجا دوستانی زیاد پیدا کنم. من برای سال نوی خوانش پورا آماده می‌شوم. برنامه فرهنگی آماده نموده محفل‌های ایجادی بدیعی و انسامبل شکوفه‌های پایتخت مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه انجام بخش این چورابینی تنتنوی گردید و بس یکم لاگر طبق رجه تصدیق گردیده به فعالیت آغاز نمود. اینجا علاقه بس یکم لاگر است. ما در این لاگر مشغولیت‌های خیلی خوب میکنیم. من به دوستانم میخوام توصیه دهم که با اینجا آمده همراه ما خوانند. ما در اینجا خیلی دوستانی زیاد داریم. همساله من در این لاگر رنگین کمان اشتراک میکنم. یادرس باید شد که لاگر استراحتی و آموزشی رنگین کمانی نزد مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه در چهاربست است. از 11 ایون تا 3 ایول سال روان فعالیت نموده در هر بست 100 نفر نورسان خوانندگان مؤسسه های تعلیمی شهر دوشنبه در عموم 400 نفر به استراحت و فراغت فرا گرفته می شوند.